هنر عشق انسان است و این عشق بیشتر در هنر موسیقی تبارز یافته است. موسیقی از پیدایش انسان با او همراه است، در صوت و صدای پرندگان، در اهتزاز برگهای درختها از نوازش باد، در خروش آبشاران و دیگر خلقتهای خدایی. موسیقی به شکل امروزی راههای دور و دراز را پیموده است. هنرمندان موسیقی افغانی نیز در بهتر شدن و نو شدن موسیقی زحمات زیادی کشیدند تا آن را نوازشگر خاطر شنوندگان و علاقمندان آن بسازد. این زحمات در کار جدید طاهر شباب، آوازخوان محبوب ما، کاملا هویدا است. طاهر شباب ویدیوی جدید آهنگهایش را تقدیم دوستداران هنر موسیقی می کند. قبل از شنیدن و دیدن آهنگها در مورد صحبتی داریم با طاهر شباب. سلام به وطنداران به قلب نزدیک و دوستداران هنر موسیقی. چطور به این فکر افتادی که آهنگهای تصویری برای علاقمندای تهیه کنی؟ از مدت زیادی میشه که در جستجوی یک البوم هستم که خدمت دوستان تقدیم کنم، ولی متاسفانه وقت یاری نمیکرد یا وقت میسر نشد. اگرچه در بعض محافل و کنسرت های دوستان تصویری ثبت کردن، ولی چیزی که یک بیننده میبینه که سرزو قضاوت هنری کنه یا به شکل درست بشنوه چیزی نبوده. اما آهنگ در یک محفل یا در یک کنسرت گرمی خود در زمان خود یا در محفل داشتم، ولی با کیفیت عالی ثبت نمیشه. به خاطر خواستم یک چیز درست‌تر برای دوستای هنر موسیقی تقدیم کنم که از اون لذت ببرن با شکل پروفشنال و درستش. درست. چی مدت زمان را در بر گرفت تا دیویدی تکمیل شد و به خاطر به دست آوردن تصاویر تا کجاها دویدی؟ به خاطر کجاها دویدم اگر بگویم از شرق تا غرب اشتباه نکردیم، چون دیویدیم از تمام اروپا تصویر گرفتیم و به شمول وطن عزیز ما افغانستان. بله. و مدت زمانش تقریبا 2 سال در بر گرفته. بله. یعنی که از افغانستان نام گرفتی، مثل که افغانستان هم سفر کردی ها؟ افغانستان هم سفر داشتم، بله. کنسرت هم اوجا برای علاقمندای آواز تقدیم کردی یا اجرا کردی؟ متاسفانه نه، به خاطر چون مدت بسیار کم رفتم، بار تانستم دوستا را ببینم. بخیر دفعه دوم اگر رفتم از بی کنسرتی خواهد اجرا کردم. بله. خب تصاویری را که برای از این دیویدی آوردی کار کلانه کردی. تو که شاگرد لیسه مسلکی موزیک در افغانستان بودی و از تجارب استادای شایسته موسیقی افغانستان استفاده بردی، چقدر این تجارب سر هنرت نقش داشته و تاثیراتش در این دیویدی و آهنگهای ازو چقدر است؟ لیسه مسلکی موزیک و استادای محترم مرحوم استاد سرمست، مرحوم استاد منگله و استاد محترم ارمان صاحب که هم حیثیت استاد و هم حیثیت پدر بر من داره، زیربنای اساس موسیقی ما بودن و هستن خود بودن و ما از اونا آموختیم و در هر امور زندگی ما مخصوص در قسمت کارهای هنری ما اونا یک مکتب بر ما بودن، یک رهنما بودن. بله. آهنگ‌های جا داده شده در این دیویدی کمپوزش و ساختایش از کی بوده؟ مثلا تنظیم موزیک از کی بوده؟ بجز از آهنگ‌های فولکلوریک دیگه اما آهنگ‌ها از خودم کمپوز ساختیم و ترتیب موزیکش هم خودم ساختیم. یعنی که خود کوزه و خود کوزه‌گر و خود گل کوزه بودی. بسیار خوب. ما فقط برات میخوایم نام خودت باشه. آهنگ‌های پشتوی بسیار مقبول هم تو دی دیویدی داری که بسیار مقبول اجرا شده. نام خدا از کجای قدر پشتو گفتن یاد گرفتی؟ رابطه شما چرا؟ مکتب بخصوص داره؟ از افغانستان هستیم باید. بله. دیگه ای که نظر شماست یا بعض دوستان هم تاکید میکنه که آهنگ پشتو رو خوب میخورم. محبت از اوناست که دیگه حال شما هم میگین. خدا هم نمیفهم چرا خوب میخورم. خب امیدوارم همیشه همینطور خوب بخوانی. برای به دست آوردن تصاویر کی همسفرت بوده در اقدر راههای دور و دراز؟
در قسمت تهی ای دیویدی البته خراسان ویدیو فیلم مرا بسیار کمک کردن بله. بخصوص رولا جان شیرزی قدم به قدم امر ما ام نفسی کرده و در قسمت تهی ترتیب زی و ادیت آهنگا مونتاژ آهنگا کلش رو مرا کمک کردن بخصوص بسیار وقت خود ضایع کردن و اینو بعد بگویم آدم چیزی که دوستان میبینن بسیار زمان کم میبینن و سرش قضاوت میکنن ولی یک هنرمند یک کامرامن چقدر که کار زحمت در پشت کشیده او را آدم گفته نمیتونه. بله. در کسمت رولا جان رو واقعا زیاد کمک کرد. بله. او دیگه از دیده ها پنهان است. بله بله. خب گفتنی دیگه برای بیننده ها و علاقمندای آواز داری؟ تشکر. من امیدوار هستم این چیزی که طی و ترتیب دیدیم برای دوست عزیز برگ سبز و توفید درویش بپذیرین و اگر چیزی کمی و کاسی در این البوم میبینن با بزرگواری خود مرا معذور بدارن. تشکر. خب دوستان عزیز میبینیم زحمات روح‌الله جان شیرزی و طاهر شباب با هم یک جا و قضاوت میکنیم.